که یا رسول الله ما اخفف ما تخاف علیه، او چیزی که بسیار زیاد سر من میترسی که برای من ضرر خواهد رساند و چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم زبان خود به دست خود گرفت، گفت هذا، اینی ما یلفظ من قول، هیچ لفظی نیست که از زبان برای الا لدیه رقیب عتید، مگر دو تا ملک آماده در اونجا برای ثبت از او هستند. به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من یضمن لی، کسی که به من ضمانت بکنه، ما بین لحییه و ما بین رجلیه، کسی که او بین دو علاشه خدا حفظ کنه و بین دو پای خدا حفظ کنه، از من له الجنه، ما جنت برش ضمانت میکنم. معاذ ابن جبل رضی الله عنه را پیامبر صلی الله علیه و سلم شانده بود، برش نصیحت ها میکرد. تو یک حدیث است گپا را برش میزد و باز برش گفت که کف علیک هذا، از ای خدا نگاه کو. معاذ رضی الله عنه گفت که یا رسول الله و انا لمؤاخذون بما نقول، ما چیزی که میگیم به مو مؤاخذه میشیم. فقال ثکلتک امک یا معاذ، معاذ مادرت سرت گریه کنه. فهل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم، آیا مردم که در دوزخ بروی میفتن بغیر از همین زبان از دیگه خاطر میباشه؟ همین زبان است که کل مردم در دوزخ بروی مندازه. آفات زبان زیاد است، خو مهمترین آفت، بدترین آفت غیبت و دروغ است. غیبت چی است؟ تعریف پیامبر صلی الله علیه و سلم، ذکرک اخاک بما یکره، برادر مسلمان تا به تو الفاظ یاد کنی پیش دیگرا در غیابش که او نیست، نه یاد کنی که اگر او باشه خوش نشه از این گپ، خفه شو از این گپ. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می تعریف کرد، گفتن که اگر دو هم گپی که میزنیم باشه، گفت همی که باشه خو غیبت است، اگر باشه تو غیبتش کردی، اگر نباشه تو بهتان کردی. ولقد بهت، وقتی که نباشه خود تو بهتان کردی. قرآن کریم بسیار به الفاظ زیبایی سر از این مسئله تیر شده، بسیار عجیب الفاظ است که مسلمان رو بخوانه باید دیگه غیبت ریشه کن کنه، ولی نه روز به روز شیرین‌تر شده میره، نقل مجلس میشه. میگه ولا یغتب بعضکم بعض، کوتا غیبت که دیگر نکنین. یعنی اگه بکنین چی میشه؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا کسی خوش داره که گوشت برادر مرده خدا بخوره؟ برادرش مرده بگیره گوشت بگیره در دیگ پرت پخته کنه بخوره، آیا دوست داری این کاره؟ فکرهتموه، خدا الله میگه نه، این را بد میبینید. خب غیبت همیست. دوم چیزی که زبان بسیار زیاد در اون ملوث است و دروغ است. دروغ چی است؟ از یک چیز خلاف حقیقت خبر دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که الا انبئکم باکبر الکبائر، در گناه های کبیره امو کلانترینش بر شما نشان ندم؟ قالوا بلا یا رسول الله، گفتند بله یا رسول الله نشان بده. قال الاشراک بالله، یکی شرک و حقوق الوالدین، آزار و اذیت پدر و مادر، نافرمانی پدر و مادر، گپ پدر و مادر نگرفتن، چقدر خطرناک. بعد از حق خدا دوم حق پدر و مادر. باز میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم افتیده بود، به تخته و پشت افتیده بود، میگه پا گفته بود اندی والا شیشته بوده، میگه باز نشست، فکان مستلقیا فجلس، نشست. حالا میخواه سیمگیره بگویه ششت، کی قصهش خیلی کلان است، به این خاطر ششت. و گفت که الا و قول الزور، الا و قول الزور، الا و قول الزور، گفت که گفت سخن دروغ، سخن دروغ. میگه فما زال یرددها، دیگه گفته میرفت که میگه ما گفتیم که
حتی قلنا لیته سکت، میگفتیم کاش که چوب شود. یعنی ما دل ما سوخت که دیگه مانده شد پیامبر صلی الله علیه و گفته که گفتن آیا ممکن است که مؤمن زنا کنه؟ ممکن است. زنا میکنه، توبه میکنه. آیا ممکن است دزدی کنه؟ ممکن است. هر چیزی که پرسان کن ممکن است مؤمنی کار بکنه، ممکن است بکنه. آیا ممکن است مؤمن دروغ بگه؟ نه، مؤمن دروغ نمیگه. دروغ از صفت انسان مسلمان نیست. أينما كنا